که عمر ازدواج چقدر است در اسلام. کشورهایی که امریکایی و غربی دموکراسی است، اونا برای ازدواج برای عمرش 18 سال تعیین کردن که این بسیار یک ظالمانه عمر است. تا که میگه 18 سال جوان سن 18 را پورا نکند، عمر 18 را پورا نکند، ازدواج اونا جرم میدانن و حتی قانون بندیش میکنن، اجازهش نمیده که ازدواج کنه. عمر ازدواج در اسلام چی است؟ این را بفهمین که عمر خاص در اسلام تعیین نشده که سنش مثلا 15 باشد یا 18 یا چطور. در اسلام علامه جوانی را تعیین کرده است. هر کسی که به علامه جوانی رسید، جوان شد، او ازدواج اینمی حکم الله متوجه شد که در مردها احتلام است، محتلم شدن، و در خانمها مریض شدن. یک دختر که مریض شد، جوان شده و تقاضای ازدواج دو پیدا شده. بچه که محتلم شد، احتلام